بقیده ما سرگرمی عامل مهمی در بالا بردن درآمد کازینوه. میخواییم با امضای این قرارداد سالی 5 بار برامون برنامه اجرا کنیم. و شاید بعضی از دوستای سینمایی هم تشویق کنی این کار را بکنن. رود حساب میکنیم. حتما مایک. من هر کاری برای پدر خوندم میکنم. خودت میدونی. خوبه؟ هی مایک. سلام بچه ها. همه اینجایین. فردی؟ تام؟ از دیدنت خوشحالم مایک. چطوری مول؟ خوبم. غذا نخوردین؟ آشپز یک غذای مخصوص پخته که مطمئنم خوشتون میاد. ای بچه ها مواظب بیرون باشین کسی مزاحم ما نشه. خب بهتره بریم سر اصل مطلب. میخوام سهم تو رو بخرم. سهم منو بخری؟ در کازینو و هتل. خانواده کورلیونه میخواد سهم تو رو بخره. خانواده کورلیونه میخواد سهم منو بخره؟ نه، من سهم شما رو میخرم نه شما سهم منو. کازینوت ضرر میده. شاید ما بهتر کار کنیم. فکر میکنی من از درآمدش بالا میکشم؟ تو فقط بدشانسی. شما ایتالیایی آدمو به خنده میندازید. وقتی وضعتون خوب نبود لطف کردم و فردی رو قبول کردم. حالا میخوان ردم کنی؟ یه دقیقه صبر کن. تو فردی رو قبول کردی چون خانواده کورلیونه نذاشت ورشکست بشی و امنیت کازینو رو از هر نظر تضمین کرد. پس حالا بهتره فقط از کار صحبت کنیم. آره از کار حرف بزنیم مایک. اولا کار شما تمومه. خانواده کورلیونه دیگه قدرت همیشگی رو نداره. پدرخونده مریضه، درسته؟ بارزینی و سایر خانواده ها شما رو از نیویورک بیرون میکنن. فکر میکنی من از چی خبر ندارم؟ فکر میکنی میتونی بیای هتلمو ازم بگیری؟ با بارزینی صحبت کردم. باهاش کنار میام و هتلمو حفظ میکنم. برای همین جلوی مردم زدی تو گوش برادرم؟ آره اون چیزی نبود مایک. مول اصلا منظور بدی نداره. خب گاهی کمی بعد خلق میشه، ولی من و مول دوستان خوبی هستیم مگه نه مول ها؟ منم یه تشکیلاتی دارم. گاهی مجبورم یکی دو نفر رو ادب کنم تا کارم بگرده. من و فردی کمی اختلاف داشتیم. میبایست ادبش میکردم. برادر من ادب میکردی؟ آخه کارهای عجیب غریبی ازش سر میزد. کسی نبود به مشتری ها برسه. تو چت شده؟ فردا برمیگردم به نیویورک. به فکر قیمت باش. کثافت عوضی. میدونی من کیم؟ من مول گرینم. وقتی تو بچه بودی من تو این کار بودم.